بچه سلام. یکم کجی بچه سلام، چطورید؟ من داشتم مدیتیشن میکردم، الان اینجوری هم خیلی درخشانم. یه قراری داشتم با دوستم از شمال و اینکه قرار شد ببینمش دیگه. تندی حاضر شدم. امشب قرار باشه برم بیرون. حالا ساعت 10 قرار داشتم، نمیدونم ساعت چنده الان. ساعت 9:40 است. امیدوارم که برسم. من برم فعلا. بای بای. با لبات فاتر غمی رو میخونم، من با آرامش وحشی چشات مدیونم. بچه سلام، چطورید؟ روزتون بخیر باشه، روز و شبتون بخیر باشه. آقا من دارم لباس جمع میکنم، یه مسافرتی قراره که بریم چند روز دیگه و اینکه منم و یه عالمه لباس اینجا ریخته و نمیدونم چی باید بردارم چی نباید بردارم. همین گفتم بیام بهتون بگم که چند روز دیگه قرار برم مسافرت و اینکه قرار بریم تفلیس، گرجستان. برای کریسمس قراره که اونجا باشیم. اولین تجربه کریسمسیه. حالا خب ما که اینجا تو ایران که خب نداریم این مناسبت رو. حالا هستش یه جاهایی توی شهرهای مختلف، حالا کسی که مسیحی هستن یا کلن در ارتباط با این آدم ها هستن، این خب سال نوشون خب در واقع میشه کریسمس دیگه. ولی خب چون ما نداشتیم و من شخصا این تجربه رو نداشتم، برام خیلی جذابه و خیلی منتظرم که ببینم که چجوریه. فکر میکنم که خیلی دوست داشته باشم. البته که به عید نوروز خودمون نمیرسه، ولی فکر میکنم که یکی از مراسمایی باشه که برام در ادامه خیلی هیجان انگیز باشه، چون کلن از بچگی هم خب کارتونا و انیمیشن هایی که میدیدم که کریسمسی بود خیلی برام هیجان انگیز بود. مثلا یکیش که یادمه قطار قطب شمال یا قطار کریسمس، یه همچین اسمی داشت، دقیقا یادم نمیاد، عکسشو میذارم اینجا. ولی خیلی خیلی شور و شوق و حالا من مخصوصا که حالا تو اون تایم مثلا بچگی و اینا بودم، خیلی برام جالب بود این چیزا. مثلا حالا بابا نوئل و درخت کریسمس و همزمان مثلا برف و نمیدونم همه اینا وقتی کنار هم دیگه بود. حالا اینکه به هم هدیه میدادن، نمیدونم چیزای مدلی، خیلی تو ذهنم مونده و فکر میکنم که الانم مثلا اگه تو اون فضاها باشم خیلی برام
جالبه. دنبال کلمش میگشتم. حالا نمیدونم، بریم ببینیم که چجوریه دیگه. بچه بعد فکر میکنم 4-5 ساعت من به این مرحله رسیدم، به این مرحله که میبینید. فعلا لباسامو تفکیک کردم، موفق شدم که 1 2 3 4 5 این با اینه 6 و 7 تا ست لباسی جمع کنم. آره موفق شدم که 7 تا ست لباس جمع کنم. از اونجایی که 8 روز ما اونجاییم، 7 شب و 8 روز. آره خب بعد لباسامو مشخص میکردم که چی میخوام بپوشم هر روز. معمولا این کارو میکنم چون خیلی راحت تره تو سفر. از قبل وقتی میدونی که چی و با چی میخوای بپوشی هم راحت تری تو سفر، خودت زمان کمتری صرف میکنی برای آماده شدن، همین که خب جای کمتری میگیری، یعنی تو لباسای کمتری رو میبری. اون چیزایی که با هم دیگه میتونی با هم دیگه مچشون کنی رو ترجیح هم برمیداری. الان مثلا من با این 7 تا ست لباسی که برداشتم، کلن یه کتونی که میپوشم تو راه میرم، یه بوت میبرم و یه کفش، یعنی 2 تا کفش میبرم با این 7 تا. آره اینجوری خیلی راحت تره به نظرم. پیشنهاد میکنم که شما این کار بکنید. سلام، من کلاس زبان داشتم الان، بعد دیگه تموم شد کلاسم معمولا ظهراست، ولی خب امروز چون میخواستم برم تهران دیگه کلاسم انداختم صبح 8 صبح دیگه، و همین اینجوری صدام اینجوریه. ماشین داشت رد میشد، ولی الان باید یه سری ویدیو آپلود کنم. باید یه سری ویدیو آپلود کنم که باشه، چون دارم میرم سفر دیگه. تو سفر گفتم که اونجا که نمیتونم حالا ویدیو آپلود کنم، اون دیگه لپتاپم هم نمیخوام ببرم. همین حالا الان یه دونه ویدیو برای امروز آپلود میکنم و یه ویدیو دیگه باید ادیت کنم برای هفته دیگه. یه ویدیو دیگه باید آپلود کنم برای هفته دیگه و دیگه بعدش هم دیگه برمیگردم دیگه. همین برم به کارم برسم که تقریبا 3 ساعت دیگه باید حرکت کنم برم به سمت ترمینال که برم تهران.